دودیز مرکه هر سه شنبه سهار 10 بجې د سباوون پر څپو 101.3 FM اوریدلای شئ. شنونده های محترم رادیو سباوون، سلام و وقت شما بخیر. به مصاحبه اختصاصی ای هفته با من بهشت امینزاده از رادیو سباوون خوش آمدین. به امید صحتمندی شما. قسمی که میدانین در این مصاحبه ها ما روی موضوعات تعلیمی، صحی، حقوق بشر و آزادی بیان با کارشناسان در برنامه صحبت های می داشته باشیم. شما میتونین هر هفته روزهای سه شنبه ساعت 10 قبل از ظهر شنونده برنامه از رادیو سباوون و چینل یوتیوب رادیو سباوون باشین. با چینل یوتیوب رادیو سباوون سر بزنین، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین و از شنیدن برنامه های آموزنده رادیو سباوون مستفید شوین. موضوعی که قرار است در این هفته روی آن صحبت داشته باشیم نقش رسانه در مبارزه با فساد است. مهمان من در این بخش بانو بهیجه امان نویسنده هستند. با اونا در لابلای برنامه به این موضوعات خود پرداختیم که آیا رسانه ها میتونن سطح فساد را در یک جامعه پایین بیاورن؟ نقش رسانه در از بین بردن فساد در جامعه چگونه است؟ رسانه در افغانستان چقدر در از بین بردن فساد موثر واقع شده؟ در مصاحبه امروزی به این موضوعات خود پرداختیم. ولی قبل از اینکه مصاحبه را با بانو بهیجه امان آغاز کنیم، سخنان عبدالحق ملتپال آگاه مسائل اجتماعی را در رابطه با موضوع برنامه با هم یک جا میشنویم. در ادامه با ما همراه باشید. کچیر د رسنۍ پروګرامونو ته وګورو، د رسنۍ داسې پروګرامونه شته چې هغه په ټولنه کې د فساد د مخنیوي لپاره ولسونو ته عامه پوهاوی ورکوي. نو پر همدې اساس رسنۍ په هر ټولنه کې، په هر هیواد کې، په هر سیمه کې د فساد په مخنیوي کې خورا اساسي رول لوبوي. د رسنۍ د یوې خپرونې د لارې د فساد د مخنیوي پر هغه لارو چارو باندې ښه خبرې کېږي، کوم چې د یوې رسنۍ یوه خپرونه هغه ته ځانګړې سوې وي. په هغه کې د رسنۍ هغه اوریدونکو ته، هغه کسانو ته چې په سیمه کې هلته نشرات ولري، هغوی ته ښه معلومات په لاس ورځي چې فساد رامنځته کول د کومو کسانو لوري ترسره کېږي، د فساد منبع کومې دي. نو د همدې رسنیو له لارې بیا د فساد د هغه کسانو په وړاندې ښه دقیقه مبارزه کېږي، کوم چې هغوی په فساد کې ښکیل وي. که موږ وګورو هر وخت رسنۍ د فساد په مخنیوي کې خپل رول ادا کړی. ډېری هغه کسان چې په فساد کې ښکیل وي د رسنیو له طریقه هغوی بربنډ سوي وي. د رسنیو د راپورونو پر اساس ولسونه په دې خبر سوي وي، مسؤلین او د هیواد چارواکي په دې خبر سوي وي چې په دغه اداره کې یا په دغه ټولنه کې یا په دغه سیمه کې دغه ډول کسان له خپل مسؤلیت څخه ناسمه ګټه اخلي او هغوی فساد ته لار جوړوي. نو همیشه ټولنیزې رسنۍ او ټولې رسنۍ د سیمې د فساد په مخنیوي کې ډیر زیات رول لري. او که چیرې رسنۍ همیشه خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي د خپل منظمو برنامو په اساس، دا به په هر سیمه کې د اداري فساد او هر ډول فساد مخنیوي لپاره یو ښه کړنه وي. موږ یو ښه بیلګه یادولی سو سوشل میډیا. که دا رسنۍ موږ خپل پر ځای وکاروو، مثلا په هیواد کې په یوه سیمه کې د یو چا له لوري فساد رامنځته کېږي، کله چې بل کس پر سوشل میډیا د هغه انځور خپور کړی وي، ټول هیوادوال ورڅخه خبرېږي، ان خپل مسؤلین هم ورته رسیدګي کوای شي. نو دا د سوشل میډیا هغه لاسته راوړنه ده چې په یوه سیمه کې د فساد مخنیوي لپاره کې موږ وکاروو پر ځای او مهمه رسنۍ ده. نو په عموم کې ټولې رسنۍ په هر سیمه او هر ټولنه کې د فساد مخنیوي لپاره ډېر زیات اساسي او ښه منبع ګڼل کېدای شي چې همیشه که چیرې ولسونه د رسنیو سره همکاره واوسي، په سیمه کې په ټولنه کې به هېڅکله بیا فساد ونه لیدل شي او د فساد مخه به نیول سوی وي. نو رسنۍ نه یوازې د ولسونو د عامه پوهاوي، د علم په انتقال، د خلکو د ذهن په روښانتیا، بلکې فساد مخنیوي او د ژوند په نور اړخونو کې خورا مهم او ارزښتناک رول لري. په هر هیواد کې چې رسنۍ او د رسنیو نشرات وي، هلته د هغه سیمې خلک ویښ او آګاه وي او د هغوی ذهن تر نورو هغو ټولنو ډېر زیات غوړېدلی وي کوم چې رسنۍ پکښې نه وي. نو رسنۍ په عموم کې د یو ټولنې د وګړو د اذهانو د ویښېدو او د فساد په مخنیوي کې یو ښه ګام او یو ښه سرچینه ده. هر رسنۍ د هرې ټولنې په ګټه او د هر ډول اقتصادي پرمختګونو او نورو لاسته راوړنو یو اساسي کلي او زانګو بللی سو. فساد مهمترین معضل جامعه امروز است که می‌طلبد رسانه‌ها با برخورداری از آزادی لازم و تمرکز بیشتر در زمینه مبارزه با فساد کار بکنند. مسئله فساد در تمام دوره‌ها گریبانگیر دولت و دغدغه‌های فکری بسیار از دانشمندان و متفکران سیاسی بوده و در حال حاضر یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان است. در این میان رسانه‌ها که قوه چهارم یک ملت دانسته میشه چی مسئولیتی را دارند؟ با حاشیه‌های این موضوع به بانو بهیجه امان می‌پردازیم. خوش آمدین بانو بهیجه.
سلام، وقت شما بخیر. امیدوارستم که صحتمند و سلامت باشین و یک سلام خاص تقدیم شنونده های عزیز رادیو سباون. امیدوارستم که با شما برنامه خوب داشته باشیم. سلامت باشین. از اینجا آغاز میکنیم. بانو بهیجه، رسانه در مبارزه با فساد چی نقش را ایفا میکنه؟ خب از آنجایی که رسانه رکن 4 دولت ها شمرده میشه و یکی از بخش های بسیار مهم در مملکت و کشور است، نمیتونیم از نقش مهم رسانه در قسمت مبارزه با فساد چشم پوشی بکنیم. ایرا من میتونم صراحتا بیان بکنم که رسانه در امر مبارزه با فساد بسیار نقش بالا میتونه در یک جامعه داشته باشه. در کل گفته میتونیم رسانه است که در یک کشور یا در یک جامعه یا در یک مملکت امو فسادها را بازتاب میده، فساد به گوش مردم میرسانه و مردم را آگاه میسازه از اینکه مثلا در حکومت چی میگذره یا در خود جامعه چی میگذره، اوضاع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی یا هر گونه اوضاع دیگه که آلوده با فساد است. این رسانه است که فساد بازتاب میده و به گوش مردم میرسانه. پس گفته میتونیم که رسانه در امر مبارزه با فساد و در امر بازتاب فساد بسیار دست و بالا داره و از نقش بسیار ارزنده برخوردار است. شما ذکر کردین که خب رسانه در این بخش دست بسیار بالایی داره و میتونه نقش موثری را در از بین بردن و مبارزه با فساد داشته باشه. در میان ابعاد مختلفی از رسانه گزارش تحقیقی چقدر در این قسمت میتونه موثر واقع شود و چقدر در مبارزه با فساد میتونه کمک بکنه؟ خب از اون جایی که گزارش های تحقیقی در کل میتونن که مفید واقع شون و قسمه که سر یک موضوع تحقیق صورت میگیره و این تحقیق میتونه از جنبه های مختلف یک موضوع را تحلیل و بررسی بکنه، پس ما شما گفته میتونیم که یک وسیله بسیار عالی در امر مبارزه با فساد بوده میتونه و خود گزارش تحقیقی را میتونیم از نمونه های بسیار عینی و علمی و نقشش در آزادی بیان و آزادی رسانه در امر مبارزه با فساد بیان بکنیم. بدون شک گزارش تحقیقی برابر با رسانه میتونه موثر واقع شود و میتونه که بسیار خوب در امر مبارزه با فساد در یک مملکت یا در یک جامعه کار بکنه. چقدر زمینه مساعد است برای رسانه ها، برای خبرنگاران که در رابطه با گزارش تحقیقی کار بکنن یا در زمینه گزارش های تحقیقی را بسازن؟ خب قسمی که ما شما در افغانستان هستیم و از وضعیت رسانه هم آگاه هستیم، تا جایی که ما شما معلومات داریم میفهمیم که زمینه بر خبرنگارا زیاد مساعد نیست که بتونن امو اسکلای خود در بخشای مختلف رسانه پیشرفت بدن یا روی از اونا کار بکنن. اگر در جامعه ما شما به خبرنگارا این زمینه ها فراهم شود که اونا بتونن در بخشای مختلف مهارت‌های خودشان بالا ببرن، رویش کار بکنن، بسیار برشان خوب است و در این حال به خود کشور ما بسیار خوب است که میتونیم خبرنگارای بسیار خوب در جامعه داشته باشیم. ولی با کمال تاسف که در افغانستان روی موارد مختلف در بخش خبرنگاری کار نمیشه. قسمی که ما شما آگاه هستیم اکثرا کسایی که وارد دنیای رسانه میشن اینا کسایی نمیشن که اصلا از رسانه آگاهی ندارن، در این مورد درس نخواندن یا اصلا رشتهشان نبوده ولی اومدن وارد دنیای رسانه شدن. ما این رقم خبرنگارا هم داریم، ولی با وجود از این مگه خود امو رسانه هایی که خبرنگارا کار میکنن کوشش به این بکنن که بر خبرنگارایشان زمینه گزارش تحقیقی را فراهم بسازن یا چگونگی ای که چگونه یک خبرنگار میتونه گزارش تحقیقی تهیه بکنه ایره برشان درس بدن. با وجود از اون میتونه بسیار خوب مسیر واقع شود و به خبرنگارا کمک بکنه، ولی متاسفانه در رسانه های افغانستان روی موارد زیاد توجه صورت نمیگیره و اکثرا خبرنگارا ای که چگونه یک گزارش تحقیقی را تهیه بکنن بلدیت نمی داشته باشن روی موضوع و در جامعه ما شما بسیاری مسئله کمرنگ است.
دلیلی از چی است؟ چرا ما خبرنگاران قسم که اشاره کردن خبرنگاران غیر مسلکی را متاسفانه بیشتر داریم، یا کسانی که میخواین وارد درسی خبرنگاری شوند مسلکی عمل نمیکنن؟ دلیل مشکل را شما در کجا میبینین؟ خب قسمی که ما قبلا بیان کردم ای که ما و شما خبرنگارای مسلکی نداریم، خب هر چیز از امو ریشه و بنیادش میگن آب میخوره. بدون شک کسایی که مثلا تهداب یک رسانه را میگذارن و کسایی میباشن که مسلکی نمیباشن، فقط هدفشون این است که ما یک رسانه را بنیانگذاری بکنیم، چند دانه خبرنگار را استخدام بکنیم به خاطر امو مفاد خودشان. اونا خودشان چون مسلکی نمیباشن، در این موارد معلومات نمیداشته باشن، از همین خاطر باعث میشه کسایی را که استخدام میکنن و هم غیر مسلکی میباشن. پس از این نمیجه ریشه میگیره این مسئله. خب موضوع اصلی و مشکل اصلی دمی است که خود کسایی که این رسانه را اداره میکنن، در رأس رسانه قرار دارن، در این موارد معلومات نمی داشته باشن، یا اگر معلومات می داشته باشن شاید موارد دیگه است که مانع از اونا میشه که نتونن به خبرنگارای خودشان درس تهیه گزارش تحقیقی یا درسای دیگه در راستای تقویت مهارت خبرنگاری برشان بدن. خب در کنار از این رسانه‌هایی را که گفتین مسلکی عمل نمیکنه، اینا چقدر در امر مبارزه با فساد میتونن موثر واقع شوند، یا برعکس میتونن سطح فساد را بیشتر بکنن با رفتار غیر مسلکیشان؟ دقیقاً به گفته شما که اونا حتی شاید سطح فساد در یک جامعه بالا هم ببرن چون غیر مسلکی عمل میکنن. میتونیم بگیم که اینا ممکن است بعض از گزارش ها و نمی شواهد و دلایل به صورت حقیقی و واقعیش بیان نکنن که بسیار میتونه در یک جامعه نقش منفی را بازی بکنه و حتی امر مبارزه با فساد بسیار پایان بیاره. مثلا در یک جای، در یک اداره یا در یک نهاد صحی یا تعلیمی یا تحصیلی یک فساد صورت میگیره، اینا چون غیر مسلکی هستن شاید خلاف قانون برخورد بکنن، حتی به فسادهای خودشان دست بزنن. مثلا رشوه که ما گزارش مثبت بازتاب میدیم در حالی که یک چیز منفی اتفاق افتاده. این مسائل است که میتونه بسیار نقش منفی در جامعه داشته باشه و اینمی رسانه‌های غیر مسلکی هستن یا افراد هستن که افراد غیر مسلکی را میارن وارد میسازن و نقش منفی را در جامعه بازی میکنن و جامعه را به یک سمت و سوی دیگه میکشونن. خب در این قسمت چرا این افراد غیر مسلکی برشان قدر زمینه مساعد میشه که میان در راستای یک رسانه اینا کار میکنن، رسانه میسازن و فعالیت رسانه‌ای می داشته باشن؟ مشکل در تدریس امور رشته است که برای از اینا صورت میگیره؟ مشکل در سکتور تعلیمی است؟ این پرابلم در کجا است که بالاخره زمینه برای افراد غیر مسلکی تا این حد مساعد میشه؟ خب از سالیان بسیار دراز ما و شما در افغانستان شاهد یکی از موارد هستیم که مثلا اگر کس میخواد در یک جای کار بکنه یا استخدام شود، حتی اگر خلاف رشته هم می باشه یا میخواد کار بکنه، در اکثر جایا ما و شما متوجه از این مسئله بودیم که تا که واسطه نداشته باشن استخدام نمیشه. شاید کم جایا باشه که یک شخص بتونه به استعداد خودش اونجا مقرر شود. خب یکی از دلایل اصلی که پشت این مسئله است همین مسئله واسطه بازی است در ادارات، که همین مسئله که یک شخص واسطه می داشته باشه یا خلاف مسلک کار میکنه، یک شخص غیر مسلکی را در یک جای میگمارن، باز اینمی باعث از این میشه که او شخص غیر مسلکی عمل بکنه یا کار را که برش سپرده شده به صورت درستش نتونه اجرا بکنه. خب مهمترین دلیلش همین واسطه و عدم کنترل صحیح که یک شخص بتونه به اساس همون رشته که درس خوانده کار بکنه یا به اساس همون استعداد که داره وارد اداره بشه، همین یک چیز بوده میتونه. در کل صحبت روی تمام رسانه ها داشتیم، بیایم به رسانه های داخلی کشور خود ما. به نظر شما در افغانستان رسانه ها آیا در یک قسمت نقش موثر را ایفا کردن تانستن که در قسمت از بین بردن فساد و مبارزه با فساد نقش موثر داشته باشند تا کنون؟ بدون شک ما و شما شاهد تلاش شبانه روزی رسانه های افغانستان در این امر بودیم و تا جای بعضی از رسانه تانستن که در این مورد خوب عمل بکنن و بعضی از رسانه بودن که اصلا در این مورد خودشان دخیل نساختن یا اگر شاید بودن چشم پوشی کردن. ولی در کل نمیتونیم بگوییم
شاید 50% بوده باشه در دو موضوع، ولی در کل شاید از این بودیم که مثلا 50% از رسانه ها کوشش کردن که در این مورد وارد عمل شون و کار بکنن. ناگفته باید نگذاریم که بانو بهیجه امان نویسنده کتاب 1001 قطره خون هستن، ویژه‌نامه خبرنگاران. ای که آیا در رابطه به خبرنگاران که بانو بهیجه نوشتن کتاب چاپ کردن در اونا امی ویژگی وجود داشت، اونا در رابطه با فساد مبارزه های داشتن نداشتن، در رابطه با هم صحبت های می داشته باشیم. ولی فعلا میریم به طرف یک وقفه کوتاه. پس از وقفه در ادامه برنامه با ما همراه باشین. برنامه‌های رادیو سباون را در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام دنبال کنید. سباون در رڼا زیری. بشنوید او مردم، او بچه هاشو، باز چی شده که یک سره دول زده میری؟ قرار بشی چنار گل بچش که امروز بسیار یک اعلان ضروری میکنم. اعلان چی؟ اعلان درامه روزنه امید. خو خی برو اعلان دکو. او مردم، درامه روزنه امید فراموش نکنید، حتما بشنوید. فهمیدید؟ زن، مرد، طفل و جوان همه تان بشنوید. من میگم خاله تاباد چه نارگل، تو رفیق جانجانی مستی. این درامی رادیویی را از رادیوی ما و در تمام افغانستان از سایر رادیوها شنونده باشید. غواړئ زموږ ژوندیو خپرونو کې برخه واخلئ؟ با شماره‌های ذیل تماس بگیرید و نظریات و پیشنهاداتتان را به مردم برسانید. 0 9 9 0 9 برگشتیم ادامه برنامه هست. شما شنونده مصاحبه اختصاصی ای هفته با من بهشت امین‌زاده هستین. موضوعی که در هفته امروزی روی آن صحبت‌های داشتیم نقش رسانه در مبارزه با فساد بود. مهمان من در این بخش بانو بهیجه امان هستن. صحبت‌های را با ایشان داشتیم. قبل از وقفه قسمی که من یادآور شدم، بانو بهیجه امان نویسنده هستن و کتاب هم به نام 1001 قطره خون، ویژه‌نامه خبرنگاران را نوشتن. زمانی که بانو بهیجه در مورد این خبرنگاران تحقیق میکردن، در مورد زندگی نامهشان می نوشتن و یا در زندگی نامه و دوره کاری خبرنگاران هم متوجه یک مورد شدن که اونا در راه مبارزه با فساد از طریق رسانه کار کرده باشن. خب طبعا که هر خبرنگاری که می بگونی مسلکی وارد عمل میشه و کار میکنه، هو هدف شمی می باشه که مصدر خدمت به مردم و جامعه خود باشه و کوشش میکنه که در این عرصه خوب عمل بکنه و خوب وارد شوه و در امر مبارزه با فساد بتونه که او وارد عمل شوه و مبارزه بکنه. بدون شک خبرنگارای مسلکی بودن و بدون شک در این امر کار کردن و خب من چون فقط در مورد زندگی نامیشان تحقیق کردم که چی خواندن و در مورد خاطرات از اینا نوشتیم و در مورد آرزوهایی که داشتن ولی نتونستن به او برسن و در مورد خانواده هایشان نوشتیم. زیادتر روی مسئله من فوکس نداشتم، ولی تمامشان مسلکی بودن و تمامشان بسیار خوب عمل کرده بودن. خیلی خوب. روی موضوعات مختلف در رابطه با نقش رسانه در مبارزه با فساد صحبت‌های داشتیم. از جمله موثریت گزارش‌های تحقیقی بود که چقدر میتونه گزارش‌های تحقیقی در این راستا رسانه‌ها را کمک بکنه، دولت را کمک بکنه و میتونه با جامعه در این راستا کمک به سزای داشته باشه. چقدر زمینه گزارش‌های تحقیقی در افغانستان از سوی دولت فراهم شده؟ بر رسانه‌ها آیا زمینه از سوی دولت فراهم شده تا فعلا نشده در گذشته‌ها و در حال چگونه بود که اونا بتونن در بخش ساختن گزارش تحقیقی تلاش به خرج بدن؟
خب در افغانستان و خارج از افغانستان در کل در کشورهایی که بر رسانه ارزش قائل هستند، نهادهای داخل از او کشورها وجود داره که بخواین رسانه را تقویت بکنن یا خبرنگارا را تقویت بکنن و اونا را بتونن مهارت‌هایشون بالا ببرن. بدون شک در افغانستان هم ما نهادهای داشتیم که در عرصه کار کردن و خواستن که مثلا به دنیای رسانه کمک بکنن، دنیای رسانه را پیشرفت بتن و به نقطه اوجش برسانن. بدون شک تو نهادها را داشتیم که کار کردن و موجودیت این قسم نهادها در داخل کشور بدون شک بدون اجازه دولت نمیتونن فعالیت بکنن. خب میتونیم بگیم که نقش خود دولت بوده در راستایی که خبرنگارا بتونن گزارش تحقیقی تهیه بکنن. پس میتونیم بگیم که در افغانستان هم دولت تا جای نقش خود داشته و در عرصه کوشش کرده و اینمی نهادها را اجازه داده که خبرنگارا را در این راستا تقویت بکنن و اونا را آموزش بدن. خب چالش های رسانه ها در قسمت کدام ها هستند؟ رسانه هایی که میخواین در مبارزه با فساد در اجتماع فعالیت های داشته باشن، اونا ممکن با چه چالش های در این زمینه روبرو شوند و یا فعلا هم روبرو هستند؟ بدون شک وقت وارد دنیای کار میشی و هر کار که باشه، ولو کار رسانه باشه یا در هر کار دیگه که وارد میشی، چالش های خودش به همراه داره و رسانه خودش یکی از کارهایی است که در دنیا از جمله کارهای پرخطر دنیا محسوب میشه. یعنی وقتی که برش یک کار پرخطر دنیا میگن، بدون شک با چالش های گوناگون مواجه است، خصوصا در کشورهایی که رو به پیشرفت هستن یا کشورهایی که هنوز به گونه واقعیش پیشرفت نکنند. در این کشورها رسانه و خبرنگار بسیار با چالش ها مواجه هستند. مثلا یکی از چالش ها را میتونیم مردم حساب بکنیم که با رسانه همکار نمی باشه، رسانه را حمایت نمی کنه یا اگر دستشان برسه تا میخواین رسانه را صدمه برسانن. جدا از او مثلا کسایی که در رأس قرار می داشته باشن یا نهادهایی هستن که بسیار دست بالا می داشته باشن، اینا اکثرا وقتی که کار بدلشان پیش نمیره باز کوشش میکنن که مثلا جلو رسانه را بگیرن یا با اونا مشکل وارد بکنن. و جدا از این مسائل میتونیم بگوییم که چالش های اقتصادی رسانه ها را بسیار تهدید میکنه. مثلا در افغانستان ما شاهد رسانه های هستیم که اقتصادشان بسیار ضعیف است، حمایت نمیشن و با ماش بسیار اندک اونا همون خبرنگارای خودتان سن که نگاه بکنن یا وقتی که خود ما میفهمیم یک رسانه اقتصاد کافی یا بودجه کافی نداشته باشه، بالاخره نمیتونه زیاد فعالیت هم داشته باشه. یکی از چالش‌های بسیار عمده دیگه است که روبروی خبرنگار و رسانه قرار میگیره و چالش‌های دیگه چون چالش‌های امنیتی است و چالش‌های فرهنگی است که فراروی رسانه و کار رسانه قرار میگیره. از حمایت مردم یاد کردین که خیلی روی فعالیت رسانه میتونه تاثیر بگذاره. در قسمت حمایت مردم در داخل کشور از رسانه ها به دید شما چگونه است؟ اونا در قسمت حمایت از رسانه فعالیت‌های را انجام میتن از رسانه به شکل واقعی حمایت میکنن؟ متاسفانه امروز ما شما شاهد مردم هستیم که اونا رسانه هایی را که باید حمایت بکنن نمیکنن. حالا شاید از این هستیم بیشتر رسانه های تصویری مثل چینل یوتیوب ها برآمده، مردم اکثرا اونا را حمایت میکنن. اگر برین بازدید کننده های هر ویدیوی چینل یوتیوب هایی را که خبرنگارایشان افراد غیر مسلکی هستن آمدن یک چینل یوتیوب باز کردن و خودشان خبرنگار میگن، بسیار بازدید شده هر ویدیویشان. ولی رسانه‌هایی که به صورت رسمی با اجازه دولت در داخل کشور کار میکنن، برنامه‌های بسیار خوب را تولید میکنن، اونا چندان حمایت نمیشن. بخصوص برنامه‌های فرهنگی ما و شما، برنامه‌های تعلیمی ما و شما اصلا حمایت کننده نداره. خب مردم یعنی از طریق بسیار خاص نمیتونن اونا را حمایت بکنن، ولی بزرگترین حمایت چه ما و شما امی بازدید ویدیوها را میتونیم بگیم یا بازدید برنامه‌ها را، مردم به خاطر تماشای امو برنامه‌ها را میتونیم بگیم. دقیقاً که امروزه اکثرا ما شما شاهد علاقه بیشتر مردم به بازدید ویدیوهای بسیار عادی، ویدیوهای بسیار میتونم ویدیوهای مزخرف هم اضافه بکنم همچین ویدیوها هستن، نه ای که اونا بیاین یک رسانه رسمی را که به گونه رسمی و به گونه مسلکی کار میکنه او را حمایت بکنن. متاسفانه ما شما با چنین مردم مواجه هستیم.
خب رسانه‌ای که فعالیت خوب داشته باشه در راستای مبارزه با فساد چقدر دولت را میتونه کمک بکنه؟ خب رسانه‌ای که به گونه واقعیش بخواد فساد اداری را بازتاب بده، به گوش مردم و دولت برسانه یا در این امر بتونه مبارزه بکنه، بدون شک مورد علاقه دولت هم قرار میگیره و دولت هم میتونه بسیار کمک بکنه. مثلا فسادهایی که در داخل ادارات صورت میگیره ولی دولت نمیتونه از اکثر از اونا آگاه شوه، سریع آگاه شوه، ولی رسانه میتونه ایره مثلا بازتاب بده. وقتی که رسانه چنین فساد را بازتاب میده، مسئولین میخواه با اونا مصاحبه میداشته باشه، به گوش مسئولین میرسه، این بسیار برشان میتونه کمک بکنه. و بی که دولت چی مسئولیتی را در قبال ایجاد فرصت ها برای رسانه داره، روی ازی هم صحبت بکنیم که باید چی گونه به چی شکل این زمینه را بر رسانه ها مساعد بسازد تا اونا بیشتر در یک قسمت فعالیت داشته باشن، گزارش های تحقیقی را بسازن و در راستای مبارزه با فساد و از بین بردن فساد در اجتماع فعالیت های مؤثر را داشته باشن. خب بزرگترین کار را که یک دولت میتونه بررسانه بکنه، او هم رسانه که میخواه با فساد مبارزه بکنه و با دولت هم دست باشه، او حمایت دولت از رسانه است. زمانی که دولت میایه و از همچون رسانه های حمایت میکنه، از اونا پشتیبانی میکنه و برشان روحیه میته، این خودش بسیار میتونه کمک بالا باشه به او رسانه و او رسانه را تقویت بکنه و بر این روحیه را به او رسانه بده که بیشتر کار بکنه، بیشتر با دولت خود همکار باشه، همدست باشه. همکاری با دولت همکاری با مردم است و وقتی که دولت بیایه باز از همچون رسانه های حمایت میکنه، از اونا پشتیبانی میکنه، کارشان تقدیر و تمجید میکنه، بدون شک میتونه بسیار مسئر واقع شوه و به دولت هم بسیار کمک بالا بکنه. در کنار ازی در قسمت ایجاد فرصت در ساختن گزارش های تحقیقی، دولت میتونه چگونه زمینه از این مسائل بسازه تا رسانه ها و خبرنگاران هم فرصت خوبی به خاطر ساختن گزارشات داشته باشن، هم آگاهی لازمه به خاطر ساختن گزارشات داشته باشن. خب قبلا من ذکر کردم که نهادهایی هستن که در این راستا کار میکنن و اونا با اجازه دولت در داخل جامعه هستن و کار میکنن. جدا از این نهادها، خود دولت میتونه که از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ یا وزارت های دیگه یا ارگانهای مسئول دیگه برنامه‌های آموزشی، برنامه‌های تقویت مهارت‌های خبرنگاری یا برنامه‌های دیگه که بتونه بر رسانه کمک بکنه را دایر بکنه، از رسانه ها پشتیبانی بکنه، بر رسانه ها مثلا کمک مالی بکنه و بزرگترین مسئله که امنیتشان برقرار بکنه. زمان که امنیت یک رسانه گرفته میشه، خودش بزرگترین کمک و بزرگترین حمایت به یک رسانه است و قسمی که گفتم از طریق نهادهای دیگه و از طریق ارگانهای خود متعلق به دولت میتونن برنامه‌های خوب را دایر بکنن که به گونه مسلکی و خبرنگارا بتونن آموزش ببینن و بتونن می گزارش‌های تحقیقی مسلکی و عالی را به جامعه تقدیم بکنن. باز از اینکه در برنامه حضور یافتین، بانو بهیجه‌مان و دعوت ما را پذیرفتین. تشکر از شما. امیدوار هستم که برنامه مسر واقع شود و شنونده ها از شنیدن برنامه خسته نشن. جهان سپاس. ما هم امیدوار هستیم که بس بزنه گوشی از این چالش ها را هم حل بکنن انشالله. و سپاس از شنونده های محترم که تا این دم شنونده برنامه بودن. تا برنامه بعدی و هفته بعدی، الله نگهدار. اونیز مرکه هر سه شنبه سهار 10 بجې د 70.3 FM اوریدلای شئ.